سلام دوستای عزیز، انشالله که هر جای هستین صحت سلامت باشین. خوش آمدین به یک ویدیوگه که بسیار کوتاه از فرشته جان ما. دوستای عزیز سلام، خدا کنه که کلگیشون خوب باشین. با شما هستیم امروز دیگر دوستان دیگه در یک جای خیلی خوب. ما آدرسش اعمال بر شما نشته میکنم. قبل از اینکه بگویم که گبس چه قرار است، در رستوران تیموریان هستیم که بخیر تا 3 شنبه افتتاح میشه. دیگه منتظر حضورگرم کلگی شما هستیم. یک جای خیلی خوب برای دور همی دوستانه. دیگه جایی هستی که واقعا من میگم که ما نیاز داشتیم. دیگه دوستان هست سونیا جان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای نازنین، امید خوب سلامت باشین. نادیه و فرشته بسیار تناخوری کردن، 3 ماه شد مرا بلاک کردن. امروز روز اول است که ما آمدیم خودم در رستوران به زور در دلشان کمک شد 700 جای داده باشم، اما باور کنید بسیار تناخور هستن. من گله دارم، لیکن چی رو تناخوردی خورد؟ چی رو بسیار چیزا رو ما آمدم سعی کنم ماهی خواستن، کباب خواستن، برای من تو من تو خواستن. تو فرمایشت من تو بود. دوستا جایی که سونیا باشه گلگزاری 100% است. بله، برای همین گله‌گذاری نباشه و دوستای ما خسته کن میشه برشان. دوستای ناظرین منتظر ویدیوهای بعدی هم باشین. بخیر، ما نادیه جان و فرشته جان به زور میمون میکنم، یعنی اینو ما سرما شاید به زور میمون کنم خدا. دیگه دوستا کد از ما باشین. یک ویدیو خیلی کوتاه از خود رستوران میگیریم دیگه. 3 شنبه منتظر شما هستیم. دوستای عزیز، دیگه خود تیموری صاحب میگن چیزی بسیار مهم است براتون حالا میگه. ما کامرا رو اون طرف داون میتونم و خودتون از رستوران ببینید چقدر اینا معقول رستوران آماده کردن. بازم سلام مجدد. خدا کنه کل دوستا جور سر حال باشه. رستوران تیموریان در الکساندریا بخیر، اگر رضای الله باشه سر روز 3 شنبه به فعالیت آغاز میکنه. آدرس در روی اسکرین ان شاء الله میبینین کل دوستا. فقط اینجا بیاین که صحیح از دان پذیرایی شه من حیث یک مهمان، نه من حیث یک کاستمر. ان شاء الله هیچ هر چیز ما منظم است. ولی پارکینگ داریم که کارمندای ما منتظر شما می باشه من حیث یک میهمان نواز. اول موترایتان پارک میکنه، بعد از داخل که آمدین بسیار میهماندارای مقبول و قشنگ دوستای نازنین همگیش از جمله افغانای ما و شماست. ان شاء الله کلگی به خدمتتان حاضر است. 53 نوع غذای متنوع با شمول بریکفاست که از این بعد دیگه سرگردان نمیشین که بریکفاست جای برین نوش جان کنین، که حتی در بریکفاست ما پاچه داریم، جگر داریم و مغز داریم. دیگه چیزهایی که باید باشه اونا همگیش هست، از جمله دزرت و دیگه تخم مرغ یک چیز از نیست سر دسترخوان‌های افغانا باید باشه. ان شاء الله دیگه بیاین من حیث یک میهمان خدمتتان میشه. تشکر از خودت. قربانتان تیموری صاحب. دیگه جای بسیار معقول دوستا خودتون ببینین. حتما بیاین روز